masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun? Kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? Sana geldim, al yine büyüt beni. Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? کما ایستا برو سمی تفلک بیدار میشه. هر چی زودتر کارش خلاص کنیم که شانه‌های ما هم سبک شود. لطفا قسم نگو، این نواسی ماست. اینقدر پیش گوشم نواسه نگو. ملکه بدون اجازه ما عروسی کرد. کفایت نکرد که این درد سرم به دنیا آورد. ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои бца, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар тикток sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. و حاله این مصیبت ما باید گم کنیم. جانان فهمیدی؟ خب ایره کی خواد گرفت؟ آیندهش چی خواهد شد؟ دلم برش میسوزه. این دیگه مربوط ما نمیشه. تشویش نکن خانم. این خانواده پیدا خواهد کرد. مثل هر کس دیگه یک روز بزرگ خواهد شد. کافی است که از شهرش خلاص شویم. این یک لکه بدنامی است. مرزنکه خوش آمدین سارنوار صاحب. نام خدا، نام خدا. شما چطور هستین خانم جانان؟ اسم که گپ زده بودیم کل چیز حل ساختیمتون نیست؟ هر ساخته من خواهد. تشویش نکنید. یک خانواده بسیار خوب پیدا کردیم. دلتان جمع باشه. ایره بعداً برشان تسلیم کرا شد. هر ما مصرف شبت روان میکنم. تو هم سر وقت برده تسلیم میکنم. تشویش نکنین آقا. پول نفقه است. ثواب زیادی داره. برشان فهماندی که دانشانه بسته نگاه کنن همتون نیست؟ البته. اگه سرشانم بزنی دان خود باز نمیکنه. بگیم لوازمش است. کمی شیرت کاش. یک مدت گذاره که دگم ریزیم. حالا دیگه جانان منتظر چی هستی؟ با خانم ملکه بگوین تشویش نداشته باشه. طفلش کاملا سالم خواهد بود. خاطرتان جمع باشه. ملکه از این کار ما هیچ خبر نداره. فکر میکنه که طفلش مرده. زود بازنکه
چوب باش. چوب آرام باش. چوب باش. آرام باش وکیل چوب. آفرین چوب باش. هی چوب آرام باش. چوب باش حالا حرکت میکنه. حتما خدا در کدام جایی پات کده. الیف خواهر جان، خدا برام نشان بده. زیاد پالید اومد. درست است، ما باختم. بشنو، اگه خدا برام نشان ندی با شوهرت قصه نمیگم. الیف مرا غرض نگی. وای بس به خودم. دنیا هستم. یکان تا به قلب خود مسلط نمی باشد و یکان تا دستان نوجوانی قربانی میشن. وای بس به خودم. واقعا وای بس. بله زینب. بله صدای من میشنوی؟ ملکه تو کجاستی؟ دورفاست منطقه هارمونی همه پیشتر آمدم. دختر تو ده اونجا چی میکنی؟ وظیفه خود انجام میدم، یا بهتر بگویم از خاطراتی که برام درد میده فرار میکنم. ما در اینجا زندگی نو خود آغاز کردیم. تو وقتی اینجا آمدی هیچ جایی نمان که من پالیده باشم. من کل جای پالیدم اما نیفتم. منتظر ماندم نامدیم خونه آمدم. یعنی که تو بردی ها حالا برات نشان میدم. نگریز دیگه کجا میری؟ بیادر کرامت کجاست دختر؟ بیادر من چی کار داری؟ حالا ما با تو حساب بودم. ها بیادرت کجاست؟ نمیفهمم. حتما در قهوه خانه است. مرا بیا فکر کردی دختر؟ بگو. گفتم نمیفهمم. با من چیز نگفته. بیبی اگر بفهمی و چیز نگوی. من میفهمم. راستی آفرین دختر هوشیار. بیادرت کجاست؟ همراه دوست دختر خود ملاقات داره. اون وقت در تیلفون گپ میزد شنیدم. خوب
آفرین مقبولک، آفرین. خواهر کجا؟ تو داخل برو خواهر جان، من زود پس میایم. مرا با بچه آقاشم نامزاد میسازن، مرا به کسی دیگه میتن. حالا چی کنیم؟ یک کار کو فرمان، از اینجا فرار کنیم لطفاً. تو چی میگه اگه فرار کنیم ما را از بین میبرن؟ حاضر هستم بمرم اما از تو دور نباشم. فرار کنیم فرمان، یک جایی دور بریم. فکر کن ما فرار کردیم، مادرم و خواهران چی؟ پدرتون را راحت خاط ماند ها؟ خیر باشه فرمان، درباره ما هیچ فکر نمی کنی؟ ما بدون تو حتی نفس کشیده نمیتونم. پس از اینجا فرار کده یک جای دیگه بریم. میترسم برفین جان، از این میترسم که پدرت به خاطر ما بالای خانوادیم کدام بلایی نیاره. گپ آخر تمی است. درست است، تو مثل مرغ ترسو همینجا بیشی، فهمیدی؟ برفین لطفا نرو، صبر کن. نام ما به زبانت نیار، تو یک ترسوی بزدل هستی. برفین یادر برفین خواهر. قربانت شومی، قسم نکن. تو نمیفهمی که من تو را چقدر دوست دارم؟ اگر دوستم میداشتی گپ ما قبول میکردی، از من منصرف نمیشدی. برفین کی گفته که ما از تو منصرف شدیم؟ دوران بلی از خدا غرضش نگی. بیشرف دوران تو احمق به خود مینازی؟ بچی؟ بی حیثیت! دوران این کار نکن. بگو دوران تو امو کسی نیستی که در خانه منو کاری میکنی؟ تو از نانو نمک ما میخوری؟ امو کس نیستی؟ با کدام جرات به برفین چشم دختی ها؟ با کدام جرات؟ دوران بگو بیشرف! دوران او را از بین خود بردی، الهیش بده. این سگ بیشرف باید بمارد. ایرایش کن، یادر میلا کن. ای بیادر احمقت جزای خدا باید ببینه. ایرایش کن. اینجا بیا، صبر کن، فرار نکن. تو را قسم نمیمانم. مرا ببین آقا فرمان،
اگه بار دیگه تو را در دور بر خواهر خود ببینم باز یا کدام گپی از دانت بشنوم به اشکایتم سیل نمیکنم و تو را نابود میسازم. فهمیده شد؟ بیادر جان، بیادر جان، بیادر جان تو خوب هستی؟ من نمیخوایم امرای او آدم نامزد شوم. من فرمان دوست دارم. چون باش احمق، چون باش. اگه بار دیگه نام او سگت از زبانت بگیری باز میکشمت و زبانتم قطع میکنم. هر کس را که پدرم خواست با ما عروسی میکنی از این گپ کسی نباید خبر شوه. اگه نه پیش مردم ابروی ما میره. اگه سر پیچی کنی فراموش میکنم که خواهرم هستی. همراه مادرمشان خودم گپ میزنم. تو به کس چیز نمیگی. هللویا. نوش جانتان. صبا شو دیگه از دست برفین قهوه خود خوردیم. انشالله دختر ما به مراد دلش خواهد رسید. برفین کجاست؟ پیش دوستش رفته مادر. از خوشی سرخ شده بود، هیجانی شده بود، کلا جایی نمیشه. به خاطر عروس شدن چقدر هیجانی بوده و ما خبر نداشتیم. خب دیگه او عروسی قصر خود شد و هم قصر آقا هاشم به افتخار امی. صبح بخیر مادر جان. کاکا صبح بخیر. صبح بخیر آزاد. چطور هستی؟ نوجین مادر، ما با دیدن پدرم میره. برین بچه، برین، ثواب میشه. پیش رویتان خوبی باشه. با جمال بگوین که ایره مادرت روان کده دا باغچه اونجا بشانی. با خاطر که خشک شوه؟ دروغ میگم. ایده اونجا خشک میشه. زمین خشک و خالیست. حتی با تو هم فهمیده که قبر خالیست. اما متاسفانه تو نفهمیدی. علی، اگر جسد پدرم اونجا نباشه غم و دردش خود دفن است. تو به خاطر پدرم یک ذره احترام قائل نیستی. این کار خوب نیست بیادر. خوب دیگه با خدا سپردیم تو. با خیر بری. من با مسافر خانه میرم. اونجا نباید خالی باشه. خدا در رزق و روزیت برکت پرته بچه. با خیر بری. سلامت باشین نوجین مادر. حرکت کن. دوران صدقه چهم نکو. دوران شما را چی شده؟ ای چی وضعیت است؟ دیگه چی شوه؟ ای به شرف همراه فرمان بود. دختر بیادرت چی گفته میره؟ چرا روی تسیا کدی؟ مادر خواهش میکنم مرا با او آدم نتین. من فرمانه دوست دارم. دختر بی حیا را ببین. تو هیچ متوجه هستی که چی از دانت بیرون میشه؟ ایره دا اتاقش قفل کو.
تا که عقلش سر جایش نامده بیرون نشه. ای بهتر بیگیشه بیبی. تو گپ میزنه فقط که از رسم و رواج میفهمه. خدا لعنتت کنه. تو عقل داری یا نداری دختر لوده؟ مادر چی میشه؟ مرا با اون نده. ببرش. بشو. برفینا. درد میکنه بیادر؟ نه درد نمیکنه خواهر جان. مبوسیدم از خاطر درد نمیکنه. چی وضعیت هست؟ نیکه حادثه کدی؟ گپ بزن زبان نداری؟ مالا را انتقال میدادم که از مو طرف دادم. توف بیلیاقت کم احتیاط کو. اگه قدیم خان خبر شوه اخراجت میکنه. کلان آدم هستی چرا فکرت را سرت نمیگیری؟ بیلیاقت. باید یک را پیدا کنم. تا فردا شب حتما باید یک را پیدا کنم خواهر. دوران دختر بیشرف بی‌حیثیت. دوران صبر کن. دختر بی‌حیا میخوایی ما را بشرمانی؟ اگر زی کارت کسی خبر شوه آبروی خانواده ما میریزه. هیچ دقیقش نیستم. من فرمان دوست دارم. من رای عروسی میکنم. گپ مکش کن. اگه ای کار کنی باز ببین که من اون فرمان نامرده چه قسم از بین میبرم. باز داری سنگتان آشنا میکنم عاشقای جاودان. فرمان دیگه کدام لوده است؟ بچه همون خدمتگار ماست. کل عمرش در طویلت ارشد میخوایی عروس همون خانواده شوی؟ مادر خواهش میکنم حداقل شما در کنین. شما مرا کمک کنین. من فرمان دوست دارم. من بدون اون میمرم. بمر بجایی عروس او خدمتگار ما شوی. بمر مرگت بهتر است. دوران بچی سرت چی شده؟ چیزی نیست. چطور چیزی نیست؟ ازش خون میایه. بانک ما ببینم. گفتم چیزی نیست. خوب هستم. فاطمه برو به گلسون بگو کمیال اینجا بیای زود باش. درست است خانم هدیه. خپک زیر بوریا. دروازه را قفل کرده. اوف این وضعیت ما را ببین مادر. اگه کسی بشنوه آبروی ما خواهد رفت. هیچ کس دان خدا باز نمیکنه. از این گپ هیچ کس نباید خبر شوه. او دختر شق کده مادر. این کارا نمیکنه. دیگه ضرور نیست منتظر باشی. یک بانه پیدا کده مراسم نامزدی را امشا میگیریم. با اونا زنگ بزن بگو که همی امشا بیاید. درست است مادر کلام. ها دوران بچیم با پدرت نگوی ها. تشویش نکن مادر کلام. ما اونا را غریب فکر کرده سرشان رحم کردیم. خبر نه که تا حال ما را پرورش میدادیم مادر. شما مرا خواستین خانم هدیه؟ شما مردم شرم دارین یا ندارین؟ دهی همه سال نان و نمک ما را خوردین. نه که کدام اشتباهی انجام دادین؟ بله صاحب او هم یک اشتباهی بسیار کلان. فرمان حد و حدود خدا فراموش کرده جانم. پشت برفین ما را گرفته. فرمان مرا میگین؟ این دروغ است خانم هدیه. دروغ چی؟ دوران اونا را گیر کرده خوار جان دوران. بعد از دیگه اینجا کار کرده نمیتونی. نه تو نه او بچه نه مکرامت. از اینجا گم شو. زود باش گم شو گفتم. با او بچه تان بگو اگر جان خود دوست داره و ازش سیر نامده طرف دخترم نبیاید. دوران قسم خورده گفته اگه بار دیگه اونا رو ببینم میکششه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا این آیت‌هایی را که خوانده شد بر ارواح پدر مرحوم ما و تمام گذشته های ما قبول کن. خودت قبول بفرما. ارواحشان آرام بساز. آمین. جمالم از رفتن تو درست 15 سال میگذره اما ماتم تو هنوزم
در قلب ما تازه است. هیچ روز نشده که از تو یاد نکنیم. فراموش کردن تو را هیچ وقت نتانستیم یاد بگیریم. جمال آزاده بیبی، بچه نازدانه ما را بیبی. مثل تو قد بلند است، مثل تو قلب بزرگ داره. خداوند عمر طولانی نصیبش کنه. علیام در عصبانیت طرف تو رفته، اما با فضل خداوند مثل تو مقبول است. کاش که اولادت دیدن میتونستی، شایدم ببینی کی میفهمه. مادر بس هست. قسم گپ میزنین که پدرم حضور داشته باشه. او اینجا نیست. این قبر خالیست خالی. شما نه خود خسته میسازین دعا نکنین. بهتر است از این بیشتر مادر ما جگرخون نسازیم. ما ناق دعا نمیکنه، به خداوند دعا میکنه و پدرم هر جایی که باشه خداوند دعای ما را برش میرسانه. باز دعا همیشه از سلامتی میاره. دوستای باز که و تو هم مستفید شو. خیریت هست. در این وقت خانه چی میکنی؟ راستش کارم زود خلاص شد. راستی؟ آفرین به تو. معلوم میشه کارایت خوب انجام میدی. با مسائل کو متوجه کارایت باش، نباید کار از دست بدی. او بچه وقت مالا رو انتقال میداده، از موتر پایین افتاده، آدم بی لیاقت. فرمان کجاست؟ یعنی چی کجاست؟ در بالا خوکل قرار. بدا پیشون آستانه. تو بعد بیادر لطفاً بگی ایره بخور. در ضمن برفینم خوب است، تشویش نکن. خانوادش خوره نمیکشن. تو خوردستی خواهر، رسم و رواج نمیفهمی. فرمان این حقیقت داره بچم. تو از جانت سیر شدی. چطور؟ چرا این قسم یک کار انجام دادی؟ دوستش داره مادر. خدای داره کده نتونستم. آه بچم، این کارم کسی میکنه؟ یک همسایه تا پیدا میکدی. تو کجا و دختر کرمانیا کجا جان مادر؟ برفی ندیدین مادر؟ او را خود چیز نشده؟ ندیدیمش. مر از او خانه بیرون کدن. هیچ گپ نمان که برم نگویم. با 1000 تهدید بیرونم کدن. از این عشق منصرف شو. نه خود و نه ما را بسوزن. بیبی او فردا نامزد میشه. پشت بخت خود میره. او را فراموش کن. چی گپ است فاطمه؟ خیرت است؟ خانواده بچه امشب اینجا میاین. به خدا بسیار برخطاستم. گفتیم شب؟ اما نامزدی خو فردا است. ها، نوجین مادر گفته که امشب کار باید خلاص کنن. اوی بیخی فراموش کردم. هدیه نامزدی امشب برگزار میشه. مترس؟ ها، با ما خبر روان کردن. تا صبح چرا منتظر باشیم؟ امشب گپ خلاص میکنیم. مادرم قبول کرد. به خاطر کار خیر میآیند دیگه دخترم. هرچی زودتر بهتر. باید در کار خیر هیچ استخاره نکنه. سایش بخیر سر دوران و آزادم بفته. کار دورانم خدا جریان است. شکر نامزد شده. همی که یک دختر مناسب با آزادم پیدا کنم دیگه هیچ تشویش برم نمیمانه. نسل ما ادامه پیدا خواهد کرد. ما چی وقت رسی میکنم نوجین مادر کلام؟ دختر یک روز مال مردم میشه، اما بچه تاده و یک خانه است. آینده و ادامه نسل ماست. ثمر سالا زامت ماست. چرا ایرده اینجا ماندین ها؟ این کار قصدن میکنین. این بچه را باز چی شده؟ چرا اعصابش خراب است؟ سر زخماش نمک پاشنته مادر. دیگه او هم جوان است. آرزو داره میخوای عروسی کنه. اما نه خیر مادر. او از درد زیاد نمیفهمه که چی میکنه و چی نمیکنه. آی تو هیچ گپه نمیفهمم که به تو چی بگویم. تو با
شما چی میکنین؟ شما خوب هستین؟ اگه شما پیشوریم نمیامدین خوب میبودم. شما پیش روی موتر آمدین خانم. نباید در بین سرک را میرفتین. در میرا کسی قدر تیز میدوانه؟ خب یک گپ پرسان میکنم. کسی موبایل گرفته در بین سرک قدم میزنه؟ این قسم قانون ترافیکی وجود نداره. والا اگه شما را میدیدن این قانون هم وضع میکردن. ای تو بکدیم خدایا. نمیخوایم قار شوم. آرام میباشم. قار نمیشم. ملکه؟ نفهمیدم. ما آزاد هستم. آزاد؟ از چشمای تو را شناختم. هیچ تغییر نکردی. معذرت میخوایم، من تو را هیچ نشناختم. آی آزاد، تو بسیار تغییر کردی به خدا. خب دنیاست دیگه. برفین؟ خانم کاکا برفین تو گریان میکنی دخترم؟ صدقیتون شما خانم کاکا من از اینجا نجات بدین لطفاً. برفین این دروازه را کی قلف کرد؟ خانم کاکا لطفاً من از اینجا بیرون کنین. نه موبایلشم خاموش است. مطمئن هستم از پیشش گرفتن. خدا میفهمه کمراش چی کردن. ما باید برفی نبینیم. زهرا چی؟ میخوایی به قصر بری بیادر؟ خواهش میکنم اونجا نرو بیادر جان. این بار تو را حتما خود کشتن. بیبی زهرا من نمیتونم در اینجا آرام بشینم. باید ببینیم که برفین در چی وضعیت است. به هر قیمتی که شده باید برم. نه بیادر جان. مادر بیادر میخوای به قصر برم. مامونه شده نتونستم. فرمان صبر کو بچه، اونجا نرو. قربانت شم نرو بچه. اجازه بدین مادر. باید بفهمم که برفین در چی وضعیت است. نمیتونم اون را تنها بانم. تو را میکشن یک دانه. اونا تو را زنده نمیمانن. حتی اگه در نزدیک قصرم دیده شوی میکشنه. باز من چی کنم؟ من چطوری درد تحمل کنم؟ لطفا نرو. ما چطور کنم مادر؟ جان او در خطر است. چطور قسم دست زیر علاشه بشینم؟ مزه چای هیچ وقت فراموش نمیکنم. خب مزه چای سماوره کی فراموش کده میتونه؟ پس دمو مکتبه که درس میخوندی حالا استاد است یا؟ میفهمی آزاد وقت خدا به اینجا تبدیل کردم همگی تعجب کردن. پدرم در اونجا سارنوال بود. برش گفتم در مکتبه که درس خوندیم میخوایم استاد شوم و من را اینجا آورد. مام خواستم که از زحماتشان جبران کنم. در ضمن به هر صورت باز بدن گپ میزنیم. یک گپ هم میخواستم پرسان کنم. او کسی که تو را یک قسم به خود ساخته و در سرکا کشانده بود، یعنی در موبایلم رایش گپ میزدی کی بود؟ خب مادرم بود. خیرت باشه. خاله جانان خوب است نه؟ کدام مشکل خانه داره؟ خوب هستن اما نمیفهمم بعد از اینکه وظیفه‌ام به اینجا تبدیل شده چی خواد گفتن. یعنی فکر میکنن خارج از شهر هستم. برشان هنوز نگفتیم که به اینجا تبدیل شدیم. از اینکه برشان نگفتم خوش خودم ممنون آمدم. ما به این کار مجبور بودم. نفهمیدم. چرا برش نمیگی؟ چرا پت میکنی؟ چون هرگز اجازه را برام نخواد دادن. پدر ما خوب یاد داری مردم این منطقه را زیاد خوش نداره. سالا تیر شدم و مفکوریش هنوزم هم قسم است آزاد. از سابق هم تو بود. وقتی یک تصمیم میگرفت حتما انجام میداد. یعنی میگی که ضدی است؟ نه، نامش یک مرد جسور میمونه. خب تو چی کردی؟ در این مدت بیکار بودی چطور؟ میخوایی که ببینی؟ پس درست از بریم. مادر برفین در اتاقش گریان میکنه. دروازه اتاقش هم بانش قفل که است. گریان کنه. اما مادر دوده کارایی که مربوطت نمیشه مداخله نکن. متوجه کار خود باش. برو با فاطمه کمک کن. شو میمان داریم کار چیز باید آماده باشه. پاسو بچه که خورده که من امروز دخور ترکی ساتری میکردم حال رئیس شده. خب تو درس خواندی و استاد شدی. ما هم دیگه کارو برای تجارت شروع کردیم.
راستش نمیشه گفت که ما اینجا رئیس هستم. همراه کاکایم و بچه کاکایم دوران شراکت ها یک جا پیش میبرم. دوران ها باید داری نه؟ دوران؟ بله، امو بچه که همیشه از پشتت میدوید و تو ازش حمایت میکردی؟ بله دقیقا همون است. حالا بیا داریم. خواهر بیادرم امرایم کار است. امرایم گپ نمیزنه. ای گپام امکان داره خواهر جان. بیادر ما حالا کمه جگرخون است. بیا که ما تو رسم بکشیم. باز خلاص که شد به بیادرم نشان بده. او هم خوشخواد شد. فاطمه بفرمایین خانم زمرد. اینا را به کی میبری؟ به برفین میبرم خانم. البته من میبرم. تو هم کار خود بکن، درست است؟ میفهم که امشب میمانه خاص داریم. بسیار کارا باقی مونده. خیر از خانم زمرد، شما خود خسته نسازین. فاطمه تو خبر داری؟ چرا اتاق برفین قفل کرده؟ من از کجا بفهمم خانم زمرد؟ خانم هدیه گفت که نباید از اتاقش بیرون شوه. ما هم بعد از دادن اینان کلی اتاقش به خانم هدیه پس تسلیم. البته ما خودم کلیا را برات میارم، تشویش نکن. حالا دیگه تو به کار خود برس. درست است. هدیه تو باز میخوای چی کار کنی؟ برفین؟ برفین دخترم تو رو چی شده؟ ای چی حال است؟ مرا به زور نامزد میسازن خانم و کاکا. من نمیخوایم با او عروسی کنم. من فرمان دوست دارم. صبر کو دخترم، صبر کو. اقدر زود مایوس نشو. هر درد یک چاره داره. نه خانم و کاکا، هیچ چاره نداره. مرا به او آدم به زور میدن. گریان نکو برفین. دخترم گریان نکو. اینا چقدر مقبول هستن؟ چی رنگای مقبول دارن؟ با وجود که سالها میشه که کار انجام میتونم، هر بار که اینجا میایم یک حس تازه پیدا میکنم. میفهمی؟ هر کلمه که گفته میشه از خود یک حکایت جداگانه داره و هر حکایت معناهای جداگانه. یعنی این فقط کلمه نیست که از یک جا شدن چند تار بافته شده. دقیقا همه قسم. مثلا ستاره به معنای خوشی و برکت. مثلا جای نماز به معنای وضو و عبادت. نهر یعنی ای که زندگی انسان مثل آب روان پاک و زلال باشه. ملکه تو خوب هستی؟ خوب هستم. خوب هستم. دختر تو کجا بودی؟ کجا بودی؟ اگه بعد از دیگه دیر بی ماشتک کم میکنم، فهمیدی؟ چی گپ از بیادر؟ چرا چیغ میزنی؟ چیزی نیست. ببین که ساعت چند بجه خانم جان آمده. آقا بچه مریض بود، تا صبح در تاو میسخت. او را پیش دکتر بردم. از می خاطر سرم نوقت شد. به خاطر خوشگذرانی خو ناوقت نکده. طفلش مریض بوده. نه خیر جانم، طفل این مریض است. مادر پدر دیگهش میمونه پسی دو کنه. چه قسم بچلانیم بچه ایره برم بگو. برو خواهر جان برو. بخیر بچه‌ت خوب شو. برو باشی بچه. برو. میبینی که به خاطر سیلی را کار میکنه بیچاره. اینقدر بالایشان فشار نیار. ما کس را اینجا به زور نگاه کردن نمیتونیم. هر کسی که خواسته باشه استفاده داده میتونه. در پیش مشتری گفتگو کنیم. بفرمایید چی میخواستین؟ این مشتری نیست، دختر سارنوال صاحب سمه است. ملکه. ملکه خوش آمدی. بسیار باشی، نشناختمت.
چطور هستی؟ بچه زود یک چای بیار. بفرمایید. خانم کاکا صدقیتان شما مرا کمک کنید. تو دیوانه شدی دخترم؟ پدرت یا دوران اگه شما را یک جای گیر کنن از بین میبرتان. فقط گناه را نمیشناسی. اما ایره فهمیدم اگه از فرمان جدا شوم میمرم خانم کاکا. شما هم روی کاکا و جمالم فرار نکده بودین؟ ای که دوست داشتن چی مانا میتا ایره از شما کده بهتر که میفهمه کمکم کنید. خانم کاکا بجای ای که چلر امشب دنگشتم کنم رسپانه ده گردنم اندازم. خدا از بین میبرم باور کنید. ای کار حتما میکنم. بدل نگی ملکه شاهد قسم یک حادثه ناگوار بوده. دوران خود تو از طفولیت میشناسی. مهم نیست. در خور ترکی هم میخسم بود. همراه هر کس که پیش میامد دعوا میکرد بسیار قار میشد. قسمه که دیدی ایش تغییر نکنه. آه مرجانه خوب یاد داری نه؟ چطور باید نداشته باشم؟ در خور ترکی نمیفهمیدم که با کس ضرر نمیرسنه و ازش بسیار میترسیدم. ای تنها کسی از که نباید ازش بترسی. خانم مرجان چطور هستی؟ بعد از اینکه نانو تخوردی به دکان برو. برات بعضی چیزا آماده کردیم، درست است؟ فکر میکنم به خاطر تعلیم دادن آمدم ها. نمیفهمم که خودش باید بعضی چیزا رو یاد بگیره. شنیدی؟ فهمید که تو استاد هستی. حتما از کسی شنیده که یک استاد آمده. بر صورت باز میبینیم. از دیدنت خوش شدم. گوش کو اگه با چیز ضرورت داشتی برام زنگ بزن. فهمیدی؟ درست است. خداحافظ. خداحافظ. درخت باید سبز رنگ کنی خواهر جان. و دریارم باید آبی رنگ کنی. تو کدام وقت دریا رو دیدی؟ نه ندیدیم، اما در تلویزیون خود زیاد دیدیم. همه تو نیست؟ وقتش که رسید او رام خود دیدیم. اما گفته بودی که رنگ دریا آبی باشه. بله باید آبی باشه جانم. تو منتظر باش. بفرمایین. قرار بود که فردا به مکتب بیاین. بله بله صبا شروع میکنم. راستش بسیار تعجب کردم استاد ملکه. خانم مثل شما یک حامی بزرگ داشته باشه اینجا نمیه. از نام خانوادگیش استفاده کرده به یگان مکتب خوبتر میره. اگر یک فرصت مناسب پیدا کنم یک دقیقه در این مکتب نمیمانم. میرم یگان جای خوبتر. معلوم میشه که باعث یک مدیر شوق و علاقه کافی به خاطر رهبری و هدایت این مکتب ندارین استاد. اگه خواسته باشین 6 ماه بعد دوباره در این مورد باز گپ میزنیم. معلوم میشه که از اینکه در چه قسم یک جای آمدین هیچ خبر ندارین. خوب خبر دارم استاد. من کل چیز سنجیده باز اینجا آمدم. حالیم به اجازهتان میرم. تو در اینجا چی میکنی؟ اوه چقدر تو چگک هستی؟ ببین خلاص شد. اوف
گیرت میکنم من گیرت کدوم گیرت میکنم صبر کن گیر کنه نمیکنی. مالکا تو خوب هستی؟ نه دست درد میکنم. تو صبر کن من برات چسب زخم میارم. بسیار تشکر. خواهش میکنم. ده دانه دوسیه بده بیادر جان. اما قدر بس است؟ بس است. بسیار تشکر. اینو بیادر. اینه بگیریم.